ازبکستان باز یک گذرگاهش در مرز با تاجیکستان را باز کرد. اداره باجخانه ولایت سمرقند خبر داد که گذرگاه جرتیپه در مرز ناحیه ارگوت با پنجکینت تاجیکستان دوباره به فعالیت شروع کرده است. در حال حاضر توسط این گذرگاه تنها با ماشین‌های بارکش بین المللی اجازت عبور داده شده است. اکنون کارخانه‌هایی که در ولایت سمرقند عمل می‌کنند می‌توانند به آسانی مال‌های خود را توسط این گذرگاه به کشور همسایه صادر کنند. گفته می شود در اطلاعیه نشر شده در تلگرام کانال کمیته باجخانه ازبکستان. کمیته باجخانه ازبکستان گفت درباره از کی امکان پذیر شدن عبور و مرور شهروندان توسط این گذرگاه بعداً خبر خواهد داد. گذرگاه جرتیپه سر از ماه مارس سال 2020 در پس منظر پنجشنبه پاندمی کرونا ویروس بسته شد. همون وقت تقریبا همه گذرگاه‌ها در مرز ازبکستان با تاجیکستان بسته شدند. در نتیجه از 17 گذرگاه تنها 3 گذرگاه پخت‌آباد سر آسیا، مشچو اویبک و سپیتامین پلاتینا فعال باقی ماندند، ولی توسط آنها تنها عبور و مرور ماشین‌های بارکش اجازت داده شده است. روی‌های ساکنان بین ازبکستان و تاجیکستان از ماه مارس به این طرف ممنوع می باشد. روز 5 ینور بعد قریب 10 ماه تنفس نخستین پرواز چارتری در خط سیر تاشکند دوشنبه تاشکند انجام شد. با این پرواز 65 نفر از پایتخت ازبکستان به دوشنبه آمده، از اینجا حدود 100 مسافر به تاشکند پرواز کردند. به گفته مقامات اثرگیری پروازهای منتظم بین ازبکستان و تاجیکستان از ماه مارس در نظر داشته شده است. ابتدا قرار بود این پروازها از ماه نوامبر سال 2020 از سر بگیرند، ولی دو طرف در این مسئله به توافق رسیدن نتوانستند.